های سلام، حالتون چطوره؟ امروز 4 بهمن یا 5 بهمن؟ امروز 5 بهمنه و امشب قراره روز 25 تزریق شارپی باشه. دیروز که شارپی رو بردم تزریق اینجوری بودیم که من احساس می‌کردم توپر شده. وزنش که کردیم دیدیم بله از اون 900 گرمی که تقریبا به خاطر بی‌اشتهایی از دست داده بود، نگاه من چجوری نگاه می‌کنم، به خاطر بی‌اشتهایی از دست داده بود 450 حدوداً 500 گرمش رو برگردونید. خپلی رو مشاهده میکنید. خپلی مامان. الانم من دارم آماده میشم برم کلاس داستان نویسی و اونقدر سرفه کردم امروز که احساس میکنم همین الانست که ریه هم بزنه بیرون از دهنم. I have no idea چرا نارنجی امروز انتخاب کردم، ولی خب I like the color. دوست هستم به آوتفیت هم نمیاد ولی خب رنگش خیلی دوست دارم. از قرار از روش اینم بذارم دیگه، خیلی واقعا به هم نمیاد. امروز با اینکه خیلی مریضم مجبورم برم، چون که هفته پیشم نرفته بودم و وقتی یه جلسه میرم خیلی عقب میفتم. بای. من هم اومدم یه آپدیت بدم راجع به روند درمان شارپی و همین که با شما اینجا حاضر بشم که با شارپی میخوایم بریم کلینیک. میدونیم که ما هر شب داریم داروی GS بهش تزریق میکنیم و قبلا گفته بودم که 84 روز باید این درمان ادامه پیدا بکنه. یعنی روند درمان FIP با داروی GS اینه که 84 روز دارو وارد بدن این بچه بشه، ولی خب به خاطر هم هزینه‌اش و همین که هر شب شارپی اونقدر استرس میکشه میریم پیش دکتر و خب دردم میکشه واقعا اون جاهایی که تزریق میکنن، چون دارو اسیدیه درد میکشه شارپی. به خاطر همین اینا ما با دکتری صحبت کردیم، با دکتری هم که از تهران باش در ارتباط بودیم صحبت کردیم، گفت که حداقل 28 روز تزریق رو انجام بدیم. بعد 28 روز با قرص ضد ویروس ادامه بدین که خب هزینه‌اش هم خیلی کمتره و دردم نداره دیگه، خوردنیه. و من اینجوری بودم که خب خیلی خوبه این کار بکنیم. منتها دیشب 28مین تزریق شارپی بود که انجام دادیم، تموم شد، ولی به اون خانمی که دارو رو میفروشه که پیام دادم که ازش قرص بگیرم، گفت که قرص هنوز به دستم نرسیده و هفته بعد میرسه به دستم. خب منم مجبور بودم که تزریق رو یه هفته دیگه هم ادامه بدم تا اون قرص بیاد برسه دست اون خانم که ما ازش تهیه کنیم. واسه همین دوباره دارو سفارش دادیم. امروز عصر میرسه دستمون که امروز در واقع میشه روز 28+1 و این که نمیدونم قبلا گفته بودم یا نه، ما بنا به گفته دکترش قرار بود که 28 روز که تموم شد یه آزمایش ازش بگیریم که ببینیم که آیا دارو روندش خوب بوده یا نه، که امروز همون روز دیشب داروی 28م یعنی روز 28م تزریق کردیم و امروز شارپی میخواد بره که آزمایش بده و چون باید آزمایش بده باید ناشتا باشه، عصر پیچی نخورده و منم دیگه از وقتی بیدار شدم دیدم این خیلی بیتابه و غذا میخواد و این حرفا، دیگه هیچی نخوردم و گفتم که شارپی بره آزمایشش رو بده. یه بستنی هم با خودم ورم دارم سر راه که بهش بدم. بعد که شارپی خورد منم میخورم. منم هیچی نخوردم از صبح به خاطر شارپی. تو ولاگای قبلی من گفته بودم که بعضی روزا نور یه جوری میتابه که احساس میکنم چشام رنگش فرق. امروز از اون روزاست، احساس میکنم چشام روشن شده دوباره. بچه‌ها من این رژ رو البته این بسته بندی قدیمی میشه،
از تران گرفتم، خودش میسازه این رژ رو تو خونه و خیلی خوبه چون که همه وسایلش ارگانیکه و میدونیم چی داره چی نداره، سرب نداره مثلا و به تبع برای لب ضرری نداره که هیچ. توش از یه روغنایی استفاده کرده که برای خشکی لب و هم خیلی خوبه. هم بالم لب میسازه، هم رژ میسازه، کلا محصولات لب میسازه. اگه دوست داشتین پیجش رو اینجا مینویسم این پایینا، دوست داشتین برین پیجش سر بزنین و ازش بخرین و بگین که ویدا معرفی. امروز اینا اومدن با شارپی، داریم میریم روز چقدر کثیف لنزم، داریم میریم روز 28م به علاوه 1. Hey guys, I have no idea how I look چون که دقیق نمیدونم چه شکلی افتادم، ولی من الان از امتحان تعیین سطح آیلتس دارم برمیگردم. امروز 5 شنبه است، روز 26م. الان بارون داره میباره اینجا و I don't want to take a cab. I don't want to take a cab. نمیخوام تاکسی بگیرم، میخوام همجوری پیاده زیر بارون برم تا یه جایی، بعدش شاید اسنپ گرفتم رفتم خونه، نمیدونم. و اگر خیلی مشتاقین که بدونین تعیین سطحم چی شد، رفتم اونجا 2 کلمه روزیش صحبت کردم. آقا یه اینجوری نگاه کرد، برگشت گفت خانم سطحتون آیلتسه. آخه سطح بندی داره دیگه، مثلا از A1 شروع میشه تا C2 و مثلا اگه از A1 تا مثلا A1 و A2 و B1 و B2 اینا باشی، مجبوری یه دوره بگذرونی تا به اون سطح C2 برسی، بعد دوره آیلتس رو بگذرونی بتونی امتحان آیلتس بدی. ولی من دیگه گفتن که دیگه C3 و میری مستقیم برای آیلتس. الان بعد برم تو سایتشون نگاه کنم ببینم که دورهاشون چجوریه، شرایطش چجوریه، ثبت نام کنم و بله. و اینجوری شد که ویدا پروسه آیلتس دادنش رو شروع کرد. چطورین؟ حالتون خوبه؟ بچه‌ها من اینجوری هم که هر وقت میخوام شروع کنم ولاگ بگیرم، مثلا روزهای اول میگیرم، اوکی روزهای اول، دوم، سوم و خب میدونم که این قراره یه ولاگ بشه، بعد دیگه بقیه رو نمیگیرم و یهو یادم میفته که من یه ولاگ شروع کرده بودم که نصف مونده بود.
و چند روزه که من ولاگ نگرفتم. الان از اون روزاست که یهو یادم افتاد چند روزه ولاگ نگرفتم و دوباره اومدم که ولاگ بگیرم. امروز جمعه است و 4 بهمنه. من امروز قرار بود با دوستام برم خونه یکی از دوستام شب، چون وقتی شارپی مریض شده بود من حالم که خیلی بد بود، با هم که صحبت میکردیم گفتم شارپی حالش خوب شه براتون چیزکیک میپزم میارم. الان امروز روز 53 خواهد بود. دیدم دیگه 50 روز گذشته، آزمایشش جوابش خوب اومده. گفتم که چیزکیک رو بپزم و به بچه‌ها خبر بدم که بریم بیرون، که قرار بر این شد که بریم خونه یکی از دوستام. واسه همین الان یه لیست آوردم بنویسم که برای چیزکیک چیا لازم دارن، برم خرید. ولی قبلش میخوام این ساندویچ تخم مرغ بخورم. راجع به روند درمان شارپی هم نمیدونم آپدیت دادم یا نه. خب ما روز 28 یه تست گرفتیم از شارپی، تست خون گرفتیم که دکتر اینجوری بود که واو خیلی حالش بهتره و اینا، ولی کلیه و کبدش گفت یکم تحت فشاره. گفت اینجوری نیست که مثلا علائم نشون بده و خیلی نگران بشیم، ولی تحت فشاره و برای پیشگیری از اینکه کلیه و کبدش بیشتر تحت فشار نباشه و مریض نشه لازمه که مثلا من 1-2 تا بهش قرص بدم. آپدیت دیگه که من عینکم عوض کردم بچه‌ها. اون عینکی که خرداد ماه گرفته بودم و حتی متوجه شده بودم که چشام ضعیف‌تره و شیشه‌هاش و اینا رو عوض کرده بودیم. طی اتفاق شکست و من رفتم رو عینک قبلی که شیشه‌هاش اینا بهم نمیخورد چون ضعیف‌تر بود و این حرفا. بعد دیگه تا اینکه 2-3 روز رو استفاده کردم تا اینکه این عینک رو گرفتم که نمیدونم بهم میاد یا نه. بهم بگین که بهم میاد. از یه تامنیل خوب میشه در آورد. چون یه ذره بکشم جلو. اجرامون تموم شد. تاریخ 18 اسفند 1402 ساعت چنده؟ ساعت 10 و 35 دقیقه. اینم استادمونه. میره ولاگ.